سرخط خبرها. شرط جدید اسلام آباد برای تعامل با کابل. وزیر تجارت پاکستان میگوید تعامل با افغانستان به اقدام کابل علیه گروه‌های شبه نظامی مشروط است. از امو سیاست‌های مغرضانه پاکستان است که در قبال افغانستان از او استفاده می‌کند. تاکید امریکا بر آزادی شهروندان امریکایی بازداشت شده. واشنگتن از کابل خواست که از مسیر تعامل دیپلماتیک پیش برود. هزینه بیش از 1 میلیارد دلار کمک‌های جهانی. وزیر اقتصاد امارت اسلامی خواستار ادامه کمک نهادهای جهانی به افغانستان شد. با ارزش مجموعی حدود 1 میلیارد و 9 میلیون دلار کمک‌های جامعه جهانی در سکتورهای مختلف به افغانستان اختصاص یافته. و برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و امریکا در سوئیس. ترامپ این مذاکرات را مهم ارزیابی کرد و گفت که ایران خواهان توافق است. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از نیز خبر خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 28 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبر. وزیر تجارت پاکستان اعلام کرد که هر گونه تعامل با افغانستان به اقدام عملی کابل علیه گروه‌های شبه نظامی مشروط است و اسلام آباد در هیچ سطح بر سر امنیت ملی خود مصالحه نخواهد کرد. در مقابل مقام‌های امارت اسلامی بارها اطمینان دادند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. گزارش از نسترن امیری. جام کمال خان وزیر تجارت پاکستان گفته است که هر گونه تعامل با افغانستان مشروط به اقدام عملی کابل علیه گروه‌های شبه نظامی است. او تاکید کرد که حکومت پاکستان در هیچ سطحی بر سر امنیت ملی خود مصالحه نخواهد کرد. وزیر تجارت پاکستان همچنین خواستار برخورد جدی با گروه‌های شبه نظامی شد که بر پاکستان حمله می‌کنند. با این حال مقام‌های امارت اسلامی همواره اطمینان دادند که به هیچ گروه اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده کند. البته در رابطه با اینکه چطور شود تا مناسبات افغانستان و پاکستان بهبود پیدا کنند مربوط به پاکستان است. اونا باید از سیاست‌های دوگانه خود دستبردار شوند. اونا باید دو نوع لحن را استفاده نکنند در قبال افغانستان. ببینید بعضی مسئولینشان به طور خشن صحبت میکنند، بعضیشان به طور ملایم. یه هم از امو سیاست‌های مغرضانه پاکستان است که در قبال افغانستان از او استفاده میکنند. همچنین نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان و سفیر روسیه در اسلام آباد پیرامون مسائل امنیت منطقه‌ای، تروریسم فرامرزی و تهدیدات امنیتی ناشی از افغانستان گفتگو کردند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در اکس نگاشته است که دو طرف بر ضرورت تلاش‌های هماهنگ دیپلماتیک برای رفع نگرانی‌ها تاکید نمودند. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند که مشروط کردن تعامل به ابزار فشار سیاسی و نظامی از سوی پاکستان مبادل شده و احتمال موفقیت برای کاهش تنش‌ها در کوتاه مدت محدود است. مشروط کردن تعامل به نتیجه مثبت نرسیده و بیشتر به ابزار فشار سیاسی نظامی تبدیل شده تا راه حل واقعی. احتمال موفقیت در کوتاه مدت پایین است مگر اینکه یکی از طرفها عقب نشینی چشمگیری کند و یا میانجی قدرتمند فشار بیاورد. در بهترین حالت ممکن است به آتش‌بس موقت و تجارت محدود برسد. پاکستان از ایجادش تا کنون که تقریبا چیزی کم 80 سال می شود با افغانستان و مردم افغانستان با استراتژی دشمن آشتی ناپذیر عمل کرده و برای ویرانی و ناامنی و تباهی مردم افغانستان و جغرافیای افغانستان و دولت‌های افغانستان پلان‌های بسیار خصمانه و اپراتیوی استخباراتی خود
جامعه عمل پوشانده. این اظهارات در حال مطرح می شود که روابط تجاری میان اسلام آباد و کابل پس از درگیری های اکتبر سال گذشته میلادی در پایین ترین سطح قرار دارد. با این حال سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که کانال های دیپلماسی با افغانستان همچنان باز است و تاکید کرده بود که اسلام آباد نه در دیپلماسی با افغانستان را می بندد و نه در جنگ میان دو کشور را می گشاید. وزارت امور خارجه امریکا خواستار آزادی تمام شهروندان امریکایی بازداشت شده در افغانستان شد. این وزارت همچنین از امارت اسلامی خواست با آنچه دیپلماسی گروگانگیری خوانده پایان دهد و از مسیر تعامل دیپلماتیک پیش برود. امارت اسلامی هرچند در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی بر رسانه‌ها گفته بود که مذاکرات با طرف امریکایی در مورد مبادله زندانیان ادامه دارد، اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیدند. وزیر اقتصاد امارت اسلامی در نشست برنامه‌های انکشافی گفت که در سال 2025 1 میلیارد و 9 میلیون دلار کمک جامعه جهانی در بخش‌های مختلف به مصرف رسیده و وزارت اقتصاد برای مدیریت کمک‌های بشردوستانه راهکار شفاف و مؤثری دارد. او از نهادهای بین‌المللی خواست در راهبردهای انکشافی 2026 به بخش‌های زراعت، مالداری، صحت، معارف، مخابرات، ترانسپورت و صنعت توجه کند. گزارش از اناهیتا اندر. وزیر اقتصاد امارت اسلامی اعلام کرده که در سال گذشته میلادی 1 میلیارد و 9 میلیون کمک جهانی در بخش‌های مختلف به مصرف رسیده است. دین محمد حنیف وزیر اقتصاد در نشست برنامه‌های انکشافی گفته که این وزارت برای تقویت نظام اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی، جذب سرمایه‌گذاران، پشتیبانی از سکتور خصوصی و حفظ ثبات خدمات پولی اقدامات موثری انجام داده است. و همچنین از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته که در پروژه‌های انکشافی بخش‌های زراعت و مالداری، صحت، معارف، مخابرات، ترانسپورت و صنعت توجه کنند. در سال 2025 میلادی به ارزش مجموعی حدود 1 میلیارد و 9 میلیون دلار کمک‌های جامعه جهانی در سکتورهای مختلف به افغانستان اختصاص یافته. همچنین در این نشست نماینده هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته که در هماهنگی با راهنمودهای وزارت‌های مربوطه تلاش‌های جدی برای افزایش تدارکات داخلی و تقویت اقتصاد محلی صورت گرفته است. ما تلاش‌های هماهنگ و جدی را برای افزایش تدارکات داخلی و فعالسازی اقتصاد محلی انجام داده‌ایم. به گونه نمونه در سال 2024 بیش از 557 میلیون دلار تدارکات در داخل افغانستان انجام شده است. امسال نیز تمرکز خود را بر حمایت‌های بشردوستانه حفظ می‌کنیم. همچنان به زنان برای راه اندازی و توسعه کسب و کارهای پایدار کمک می‌کنیم و زنان فعال در بخش زراعت را نیز حمایت خواهیم کرد. در این زمینه با شماری از همکاران همکاری می‌کنیم تا کسب و کارهای زنان تقویت شود. نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در این نشست گفته که در سال 2026 این نهاد به 10,000 شرکت کوچک، متوسط و بزرگ کمک می کند تا با استفاده از صندوق تضمین اعتباری به پول و منابع مالی دسترسی پیدا کنند. در مورد برخی از اقدام‌های بسیار مشخصی که برای سال 2026 روی آن تمرکز داریم، هدف ما این است که از 10,000 شرکت کوچک، متوسط و بزرگ حمایت کنیم تا از طریق یک صندوق تضمین اعتباری توسعه یافته که ایجاد کردیم به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. همچنان در حال آزمایش و ارزیابی ابتکارات جدید دیگری نیز هستیم. گفتنی است که با وجود چالش‌های چون بازگشت مهاجران و تغییرات اقلیمی در سال 2025 بانک جهانی در گزارش پایانی سال گذشته میلادی خود زیر نام بروزرسانی توسعه افغانستان اعلام کرد که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی در حال رشد است. و در ادامه هم چند خبر کوتاه از جهان. دور دوم گفتگوهای تهران و واشنگتن در ژنو سوئیس برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از برگزاری این مذاکرات گفت که ایران در پی توافق است. او مذاکرات با ایران را بسیار مهم خوانده است. هنوز جزئیاتی از این دور مذاکرات منتشر نشده است. این در حالی است که دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا 10 روز پیش در مسقط پایتخت عمان برگزار شده بود و دو طرف آن را خوب توصیف کرده بودند. وزارت صحت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار جانباختگان حملات ارتش اسرائیل به این بارکه به 72,063 نفر و زخمی‌ها به 171,726 نفر افزایش پیدا کرده است. این وزارت نوشته که هنوز هزاران نفر دیگر مفقود و زیر آوار هستند. این وزارت با متهم کردن اسرائیل به نقض مکرر توافق آتشبس غزه همچنین نوشته که از زمان تأمین آتشبس در 11 اکتبر 2025 تا کنون 6
603 نفر در حملات اسرائیل جان باختند و 1618 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 151 پهپاد اوکراینی خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده که این تعداد پهپادها شب گذشته توسط سامانه‌های دفاع هوایی این کشور بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله آبهای دریای سیاه و دریای آزوف راهگیری و سرنگون شدند. در حال اوکراین حملات پهپادی خود به روسیه را تشدید کرده که هیئت اوکراین برای دور سوم مذاکرات با روسیه به ژینو سفر کرده است. دمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین جمعه گذشته اعلام کرده بود که دور جدید مذاکرات میان روسیه، آمریکا و اوکراین در ژینو برگزار خواهد شد و هیئت روسیه را دستیار رئیس جمهور روسیه رهبری خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین هم گفته که کیف تمام تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ به کار میگیرد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد.